یه اسپیکینگ خوب برای گرفتن یه نمره بالا در آیلتس و یا اینکه در زبان عمومی بخوایم اسپیکینگ خوبی داشته باشیم و اجرای خوبی داشته باشیم، حرفه‌ای بودنش 3 تا فاکتور هست که اون رو مشخص میکنه. یکی ما باید natural، coherent و complex، یعنی این 3 تا فاکتور فوق العاده مهمه. اولی که ما بیایم طبیعی صحبت کنیم. طبیعی صحبت کردن چیه؟ طبیعی یعنی اینتونیشن، اینانسییشن خوبی داشته باشیم، آهنگ صدامون بالا و پایین رفتن کلاممون، فیلرهایی که استفاده میکنیم باید شبیه فیلرهایی که باشه که جای خالی رو پر میکنیم تو صحبتمون، توی تیکه‌هایی که وقفه ای داریم مثل نیتیوا باشه و اینکه خودمون رو مثل نیتیو ها تصحیح کنیم اونجایی که اشتباهی رو میسازیم که این اشتباه ساختن چه برای حتی زبان مادری چه برای ما کاملا طبیعیه. دوم این که صحبتمون باید انسجام داشته باشه. ما باید استیان تاپیک باشیم. باید اون تاپیکی رو که داریم در رابطه‌اش صحبت می‌کنیم به صورت منسجم در رابطه با اون صحبت کنیم. هر چیزی و همه چیز صحبت نکنیم. کنترلینگ آیدیا داشته باشیم. و در حقیقت همیشه در کلاس اشاره می‌کنم که و تاکید می‌کنم که what, why, how بسیار مهمه. اون چیزی که ما میگیم چه چیزی رو میگیم، چرا اون رو میگیم و چطوری اون رو پردازش میکنیم و چطور بیان میکنیم. سومین مطلب اینه که جملات کامپلکس ساختن. کامپلکسیتی یعنی ما از گرامر خوب استفاده کنیم، گرامر متنوع استفاده کنیم. کانجاکشن یعنی حرف ربط توش، نوعاً چطور به کار میبریم و همه اینها بسیار مهمه برای اینکه ما بتونیم یه نمره خوب رو در اسپیکینگ برای خودمون رقم بزنیم یا در زبان عمومی اسپیکینگ حرفه‌ای داشته باشیم.